دهه ژمک در جماعتی از گلامی ناحیه ایونج. این نام سالهای اخیر به سبب بازداشت گروه از زادگانش با اتهام تندگرایی و تروریسم زیاد رسانه‌ای می شود. حالا حکومت ناحیه می خواهد نام آن را دیگر کند. این بحث در کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان نیز برخاست. وقتی که در محل این نام را بررسی میکنند، محل پیشنهاد میکند به ولایت از ما خلاصه میگیرد. بررسی کرده خلاصه میدهیم که همین نام ژمک عوض شود یا نشود. در چند اطلاع رسمی از جمله درباره سفر رئیس ناحیه ایونج به دهه ژمک دلیل این تصمیم مطابق نبودن به قانون درباره زبان دولتی گفته شده است. رئیس کمیته زبان میگوید حکومت‌های محلی از پیش خود نمیتوانند نام دهه و منطقه را تغییر بدهند. کمیته زبان و اصطلاحات امکان نمیدهد که نام‌های تاریخی و قدیمی که معنای بسیار خوب و مثبت دارند و ارزش‌های ملی ما هیچ مخالفتی نمی‌کنند اینها را دیگر کنند. ژمک واژه‌ای مربوط به زبان یزدگلامی دانسته می شود. عبدالقادر علوی زاده این دهه و یگانه متخصص زبان یزدگلامی میگوید نباید نام دهه و جماعت و منطقه بلکه باید دید و افکار مردم را دیگر کرد. کلمه ژمک همیشه با کلمه جمشید است، چون که در زمانهای قدیم واژه ژمک را جمک هم میگفتند. جم و جم این شکل همیشه جمشید است. ما باید این کلمه های زیبا، نام های زیبایی که نیاگان برای این منطقه انتخاب کردند نگهداری کنیم، اگر نه تاریخ برای ما نمیبخشد. حالا معلوم نیست بر عوض ژمک چی نام برای این دهه پیشنهاد شده است. قرار است 27 فوریه مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان از روی پیشنهاد کمیسه نامگذاری ولایت سر تغییر نام ژمک تصمیم بگیرد. حکومت ناحیه ایونج سبب این تصمیم را شرح نمی‌دهد، ولی سر و صداهای برخاسته است که نام دهه در پی کردار بعضی از زادگان آن تغییر داده می شود. نام دهه یا که نام شهر چی گناهی دارد که عوض کرده شود؟ اگر دو بد اخلاق یا 3 نفر بد اخلاق باشند، این معنی آن ندارد که این یا آن مکان یا آن شهر یا آن دهه عوض کرده بشه. ژمک یکی از دهه‌های دوردستترین یزدگلام است که در 14 کیلومتری مرکز جماعت و 87 کیلومتری مرکز ناحیه ایونج قرار دارد. در چند سال اخیر بعضی از باشندگان دهه با اتهام اکستریمیسم و تروریسم بازداشت و زندانی شدند. از جمله ماه می سال 2024 دهها ساکن دهه را به گفته معاون وزیر کارهای داخلی برای رابطه و عضویت در گروه افراطگرای انصارالله دستگیر کردند. خود ساکنان بعضی اتهامات را رد می‌کنند.